بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما برادران عزیز، خواهران گرامی، اساتید معزز و تماشابینان گرامی و همه تشنگان معارف قرآن کریم، در آغاز سخن شهادت رهبر مقتدر و حکیم جمهوری اسلامی ایران را به همه مؤمنان و مسلمانان و به ویژه ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنیم. این شهید بزرگوار ویژگی های زیاد دارد، اما برجسته ترین و شاخص ترین ویژگی های این شهید بزرگ اولا مبارزه و مقابله با رژیم صهیونیست و کودککش و رژیمی که صدها زن و کودک، پیر و جوان را در فلسطین به شهادت رساندند و همچنین مبارزه با آمریکای مستکبر و قلدر که فرعونگونه با این دنیا برخورد میکند و این شهید والا مقام سالهاست در مقابل این رژیم مستکبر و فرعونی مقابله و مبارزه کرده است. دومین ویژگی ایشان وحدت و ایجاد و انسجام امت اسلامی است که بارها در بیانات خود به این مسئله تأکید فرمودند و در عمل هم به این مسئله مهم توجه و عنایت خاص داشتند. و سومین ویژگی که ایشان دارند این است که در مسیر حریت، آزادی و استقلال کشورهای اسلامی و خودکفایی این کشورها در همه عرصه‌ها است که سالهای طولانی این بزرگوار دغدغه داشتند و این مسئله را بارها تأکید می‌کردند. و همچنین جا دارد که از انتخاب شایسته آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به ملت و آحاد جامعه اسلامی تبریک عرض نمایم و از شاخصترین و ویژگی‌های اصلی این بزرگوار این است که از ملکه اجتهاد در تمام عرصه‌های معارف اسلامی برخوردار می‌باشند و شاگرد و تربیت یافته امامین انقلاب اسلامی هستند و راه پدر بزرگوار خود را ادامه خواهند داد که خداوند متعال در سوره صف آیه 8 می‌فرماید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. در ادامه جلسات تفسیری که با رویکرد تربیتی و کاربردی در خدمت شما بودیم، در اولین جلسه به تفسیر سوره حمد نقشه راه زندگی پرداختیم و در دومین سوره مبارکه ناس پناهگاه امن انسان را مورد تدبر قرار دادیم و حال در سومین جلسه به سراغ سوره مبارکه فلق می رویم، سوره‌ای که در کنار سوره ناس دو پناهگاه امن بشریت را تشکیل می دهند و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که این دو سوره را معوذتین نامیدن، یعنی دو سوره‌ای که انسان را در پناه الهی قرار می‌دهد. سوره مبارکه فلق 113مین سوره قرآن کریم است که در مکه بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره به وجود پیامبر علم و عدالت صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اینکه اسوه است، نبی است، ولی است، امام و رهبر جامعه بشری و امت اسلامی است مسئله استعاذه را تعلیم میکند. ما در سوره ناس کمی درباره استعاذه و استخاره بحث کردیم که
استخاره در مقابل استعاذه است. استخاره یعنی طلب خیر، نه تفاعل در قرآن و مانند آنها. برای آن که انسان موجودی است که در معرض خطر است، آن توانایی را ندارد که خطرها را شناسایی کند اولا و آن را دفع کند دوما، از خود دفاع کند سوما. بنابراین انسان در معرض بسیاری از رخدادهای تلخ است و هیچ چاره‌ای ندارد که استعاذه نماید، استعاذه کند. به چی کسی استعاذه بکند و از چی چیزی استعاذه بکند؟ به چی کسی استعاذه کند؟ به قدرت محض و صرف که از او جز خیر چیزی در نآید. از چی چیزی استعاذه کند؟ از هر شری، از هر بلایی و از هر تلخکامی و مانند اینها باید انسان استعاذه کند. و خداوند متعال در جریان استعاذه در قرآن کریم می‌فرماید اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله و نه از شیطان الرجیم. استعاذه باید از کی کرد؟ از خداوند متعال کرد. برای چه؟ برای آن که شیطان قسم خورده است قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی قسم یاد کرده است که کمین میکند و انسانها را از صراط مستقیم و راه درست گمراه میسازد. اینجاست که انسان باید استعاذه بکند و به پروردگار رب الفلق پناه ببرد. صراط چیست؟ قرائت قرآن، تلاوت قرآن، تدبر در قرآن، عمل به قرآن، نشر قرآن، تبلیغ قرآن، همه اینها صراط مستقیم است. و شیطان در کمینگاه کمین کرده است تا انسان را به انحراف بکشاند. سوره مبارکه فلق با همان فرمان سوره ناس آغاز می شود. بگو پناه می برم. تکرار این تعبیر در این دو سوره نشان دهنده اهمیت این اصل تربیتی است که انسان در برابر همه تهدیدها نخستین قدم را باید پناه بردن به خداوند متعال بردارد. فلق به معنای شکافتن و جدا کردن است و خداوند متعال در قرآن کریم در سوره انعام آیت 95 می‌فرماید ان الله فالق الحب والنحو. خداوند متعال شکافنده دانه است. او دانه را می شکافد و گیاه را از دل خاک بیرون می آورد. او تاریکی شب را می شکافد و صبح و سپیده دم را بیرون می آورد. او ابر را می شکافد و باران را نازل می کند. و به رب الفلق به این معنا است که تمامی ظلمها را آشکار میکند، تمامی شرها را اگر شر باشد می شکافد، نقصهای اگر باشد نقصها را می شکافد، آفتها و عیبها را می شکافد و سلامت را به بار می آورد. و به یک چنین موجودی باید ما استعاذه کنیم. پناه بردن بر رب الفلق یعنی پناه بردن بر خداوند که شکافنده تاریکی هاست، گشاینده گره هاست، بیرون آورنده روشنایی از ظلمت است. کسی که به خداوند متعال پناه میبرد هیچ تاریکی و هیچ مشکلی او را از پای در نمی آورد، چون میداند که صبح پس از شب خواهد آمد. این آیه به ما می آموزد که در برابر همه تهدیدها و همه شرها باید به خداوند متعال ما باید پناه ببریم. من شر ما خلق، پناه از شر همه مخلوقات. پس از معرفی پناهگاه نوبت به معرفی تهدیدها می رسد و اولین و نخستین و عامترین تهدید من شر ما خلق، از شر آنچه آفریده است. اینجا یک بحث بین متکلمین و فیلسوفان است. متکلمین بر این باور هستند که ما در عالم هیچ شری نداریم. هر آنچه که خلق شده است اون
خیر و احسن است که خداوند متعال در قرآن کریم در سوره سجده آیه 7 می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی آن چیزی که خداوند متعال آفریده است همش خیر است و ما شر مطلق نداریم. هر آنچه خلق شده است او خیر و نیکو و احسن است. اما فیلسوفان بر این باور هستند که شر یک امر وجودی است یا یک امر عدمی. اکثر آنها بر این باور هستند که شر یک امر عدمی است، نمیتواند یک امر وجودی باشد. منتها برخی از آنها بر این باور هستند و این مسئله رو مطرح کردند که پس آن چیزی که در عالم هست و ما میبینیم آن را، اون شر است، یعنی شر امر وجودی است. که در پاسخ این سوال فیلسوفان حضرت مولوی میفرماید زهرمار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. پس بدی مطلق نباشد در این جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. و خداوند شر را نیافریده است. امور ممکن است از یک زاویه خیر باشد و از یک زاویه دیگر شر باشد. در هر چیز احتمال بروز شر وجود دارد، حتی در کمالات مانند علم، احسان، شجاعت، عبادت. و در اینها نیز آفت هست. آفت علم تکبر است، آفت شجاعت ظلم و ستم به دیگران است، آفت احسان منت گذاردن است و آفت عبادت عجب و خود بزرگ بینی است. این آیه به ما یک اصل مهم اعتقادی را می آموزد که هر شر در عالم به اذن خداوند متعال وجود دارد و اوست که بر همه چیز مسلط است. پناه بردن به خدا یعنی اعتراف به این که تنها او میتواند ما را از شر مخلوقاتش حفظ کند. اما نکته دقیق تر این است که خداوند متعال میفرماید من شر ما خلق، از شر آنچه آفریده است. او نمیفرماید از شر مخلوقات، بلکه میفرماید از شر آنچه آفریده است. در واقع این آیه به ما می‌آموزد که نگاه ما به جهان نگاه توحیدی باشد. ما در این عالم نه از موجودات میترسیم و نه خود را در مقابل آنها تنها میبینیم. ما به خدا پناه میبریم که خالق همه آنهاست و بر همه آنها خداوند متعال مسلط است. من شر غاسق اذا وقب، پناه از شر تاریکی شب هنگام. دومین موردی که از شر آن به خداوند متعال پناه ببریم و من شر غاسق اذا وقب است و از شر تاریکی شب آنگاه که فراگیر شود. غاسق به معنای تاریک شونده است و وقب به معنای داخل شدن و فراگیر است. این آیه اشاره به تاریکی شب دارد که همه جا را فرا میگیرد. شب هنگام خطرات بیشتر انسان را تهدید میکند. حیوانات درنده، دزدان و نیز وحشت از تنهایی. شب برای بندگان خدا زمان اطاعت و بندگی است. یتلون آیات الله انا اللیل و هم یسجدون. مردان خدا در شبهای خلوت خداوند متعال را عبادت میکنن و سجده میکنن. اما برای نامردان زمان توطئه و هجوم است. افراد شرور برای حمله و هجوم از تاریکی شب استفاده میکنند. لذا به خداوند متعال پناه میبریم در شر که در شب واقع می شود. اما یک
تفسیری دقیقتر و عمیقتر نیز وجود دارد که مفسران مطرح کرده‌اند که غاسق میتواند اشاره به ظلمت تاریخی باشد که انسان‌های ستمگر بر جوامع اسلامی مسلط می‌شدند و حق و عدالت را تاریک می‌کردند. پناه بردن به خداوند متعال از شر چنین شب‌های یعنی اعتماد به این که سپیده دم پیروزی پس از این تاریکی خواهد آمد. و من شر نفاثات فی العقد و از شر زنان افسونگر که در گره ها می‌دمیدند. این آیه شریفه اشاره به نوع سحر و جادو دارد که در زمان جاهلیت بود. زنان ساحر با گره زدن ریسمان و دمیدن در آن قصد آسیب زدن به دیگران را داشتند. اما این آیه اختصاص به اون زمان جاهلیت ندارد، بلکه هر گونه تلاش و کوشش و تلاش پنهانی برای آسیب رساندن به دیگران از طریق ابزارهای نامرئی را شامل می شود. در مورد نفاثات مفسران 3 نظریه را مطرح کرده اند. نگاه اول این است که منظور از نفاثات زنان ساحر هستند که در زمان جاهلیت بین زن و مرد تفرقه می انداختند. در آیت داریم که در بابل جادو می بستند و زن و مرد را از همدیگر جدا می کردند که خداوند متعال می فرماید یفرقون بین المرء و زوجه، یعنی بین زن و مرد اینها چکار میکردن؟ اختلاف می انداختند. اما در پایان همین آیه باز خداوند متعال می فرماید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، یعنی افرادی که سحر میکردن، جادو میکردن، اگر خداوند متعال نخواهد و اذن نکند اون تأثیر ندارد و تأثیر در انسان نمیتواند برساند. اما به هر حال سحر و جادو هست. سحر علم است، موضوع دارد، محمول دارد، فن است، یادگیری است، آموختنی است، اما در عالم تکوین اذنش با خداوند متعال هست و اما در عالم شرع خداوند متعال این علم را برای آسیب رساندن به دیگران حرام اعلام کرده است. و نگاه دوم این است که نفاثات فی العقد، نفاثات زنان زیبایی هستند که مردای آنها تحت تسلط آن زنها هستند و آن زنها هستند که در واقع بر مردها حکمرانی میکنند و گفتند به این خاطر شاید باشد که از صیغه مؤنث در اینجا استفاده شده است. و نگاه سوم این است که نفاثات صیغه مبالغه است، میتواند هم برای مرد و هم برای زن استفاده بشود و در عصر حاضر نفاثات فی العقد میتواند به اشاره به رسانه‌ها و ماهواره‌های مسموم، شبکه‌های اجتماعی فاسد و هر ابزاری باشد که با تزریق شبهات و القاءات باطل محکمات مؤمنان را، ایمان و اخلاق جامعه را هدف قرار می‌دهند و آنها را از گروه‌های و اعتقادی مردم می‌دمند و آن را سست می‌کنند. در واقع این آیه به ما می‌آموزد که باید از هر گونه افسونگری و جادوی مدرن که ایمان و اخلاق ما را نشانه می‌گیرد هدف قرار می‌دهد، باید به خداوند متعال پناه ببریم و خود را در پناه
او حفظ نماییم. و من شر حاسد اذا حسد، پناه از شر حسود آنگاه که حسد می‌ورزد. حسد در مقابل غبطه است. غبطه آن است که اگر انسانی کمال، سلامت، علم یا خیری را اگر در دیگری ببیند، اولا بقای اون سلامت، اون علم و اون خیر و اون سعادت را برای دیگری میخواهد که در واقع این خیر و علم و سلامت و تندرستی و موفقیت را داشته باشد، اما در کنار آن ویژگی ها را برای خود هم میخواهد. برعکس حسود کسی است که نمیخواهد کمالات، خیرات، موفقیت و مسائل دیگر در فرد دیگر باشد. و حسد از زیشترین صفات اخلاقی است. حسود نه تنها خود مورد رنج و عذاب است، بلکه سعی میکند که نعمت از دیگران هم سلب شود، دیگران هم این نعمت را نداشته باشند. انسان را به هر کار در واقع وام دارد، از غیبت گرفته تا تهمت و تا توطئه و دشمنی با دیگران. بنابراین خداوند متعال در سوره بقره آیه 109 می‌فرماید که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، بسیاری از اهل کتاب دوست دارند شما از ایمانتان در واقع برگردید به سمت کفر. ما گفتیم در بحث شر که حتی در کمالات دیگرها هم ما حسد داریم و میخواهیم که اون کمالات را نداشته باشد، شجاعت را نداشته باشد، علمیت را نداشته باشد، معنویت را طرف مقابل نداشته باشد. و حسادت در میان تمام شرها برجسته ترین شر است. برای چی؟ برای آنکه حسود نقشه میکشد، حیله میکنه و مرتکب همه انواع شرها میشود تا به هدف خود برسد. حسود در واقع به خداوند متعال معترض است، اعتراض دارد که چرا به دیگری عطا کرده ولی برای من ندادی. و در حدیث میخوانیم که ریشه کفر حسادت است. حتی ما میبینیم که آنها در مقابل پیامبران در واقع می ایستادن و می گفتن ابشر یهدون، آیا این مثل ما انسان است و میخواهد ما را هدایت کند؟ و در میان تمام شرها که در دومین آیه تلاوت کردیم که و من شر ما خلق، این فقط نام 3 شر را در این آیه خداوند متعال آورده است. شرهای پنهان در تاریکی ها، شرهای زبانهای ناپاک، نفاثات فی العقد، و شر حسادت و رقابت‌های منفی. اولین خونه که در زمین ریخته شد از فرزندان آدم برای حسادت بود، قابل حابیل. و اولین گناهی که در آسمان رخ داد حسادت ابلیس به آدم بود و اونجا بود که ابلیس قسم خورد که صراطک المستقیم، من را گمراه کرده و بندگان تو را از مسیر درست و صحیح بیرون میکنم. اما این 3 شر را به خاطر اهمیتی که دارد خداوند متعال در این سوره مطرح میکند. در سوره فلق در برابر 3 شر بیرونی از شر غاسق اذا وقب، النفاثات فی العقد، حاسد اذا حسد، به یک صفت الهی پناه میبریم، قل اعوذ برب الفلق. اما در سوره ناس
برعکس است از شر و وسوسه قلب به صفاتی در برابر یک خطر درونی من شر الوسواس الخناس به 3 صفت الهی رب الناس، ملک الناس، اله الناس پناه میبریم. برادران و خواهران گرامی، در برابر همه شرها و تهدیدها پناهگاه ما خداوند متعال پروردگاری سپیده دم است. خدایی که از دل تاریکی روشنایی و از دل سختی گشایش می آورد. کسی که به این خدا پناه می برد هیچگاه ناامید نمی شود. برادران و خواهران گرامی، در سوره فلق با این 5 آیه کوتاه چه درس‌هایی برای زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؟ اول پناهگاه امن را بشناسیم. در برابر همه شرها و تهدیدها پناهگاه ما خدای متعال است که پروردگاری سپیده دم است. خدایی که از دل تاریکی روشنایی و از دل سختی ها گشایش می آورد. کسی که به این خدا پناه برد هیچگاه ناامید نمی شود. 2. نگاه توحیدی به جهان داشته باشیم. همه مخلوقات تحت قدرت و اراده خداوند متعال هستند. نه از آنان می ترسیم و نه آنان را مستقل می بینیم. همه در دست خداوند متعال و ما به او پناه می بریم. 3. تاریکی ها را بشناسیم. تاریکی ها فقط تاریکی های شب نیست. تاریکی های ظلمت، تاریکی های ظلم، تاریکی جهل، تاریکی فساد و تاریکی استبداد نیز وجود دارد. از همه این تاریکی ها به خداوند سپیده دم پناه ببریم و بدانیم که سپیده دم پیروزی پس از این تاریکی ها خواهد آمد. 4. از شر افسونگرهای مدرن غافل نباشیم. امروز رسانه ها، ماهواره ها و شبکه های اجتماعی فاسد همان نقش النفاثات فی العقد را بازی میکنند. در گره های فکری و اعتقادی ما میدمند تا آنها را سست کنند. باید از شر اینها به خداوند متعال پناه ببریم. 5. از شر حسودان به خداوند پناه ببریم. حسودان همیشه بودند، هستند. کسانی که نمیتوانند نعمت دیگران را ببینند و تلاش میکنند که آن را از بین ببرند، باید از شر آنها به خداوند متعال پناه ببریم و خود نیز از حسود دوری کنیم. لذا سوره فلق به ما می آموزد که زندگی در این دنیا با تهدیدها و شرهای گوناگون همراه است، اما انسان مؤمن هرگز در برابر این تهدیدها احساس ضعف نمیکند، زیرا پناهگاه امنی دارد، پروردگاری سپیده دم است. و بدانیم که وعده الهی حق است. این مع العسر یسرا، بدرستی که با سختی آسانی است. این فتحنا لک فتحا مبینا. و همچنین در جای دیگر خداوند متعال فرموده است نصر من الله و فتح القریب. انشاءالله در ادامه مباحث تفسیری در خدمت شما هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.